گروپ تقدیم می کند. سلام و درودی به پایان بر همه شما подписчикои канали NC گروپ که این لحظه ما با شما هستیم و شما ما را میشنوید. به همه شما سلام و درود میگوییم و در این وقت و ساعت ها هر لحظه ای که ما با شما وا میخوریم، با شما سخن میگوییم، با شما هم صحبت میشویم، این یک ساعت های غنیمت است. ببینید که یک لحظه هایی است که یک ویروس کوچک تمام دولت را به ترس و لرز آورده است. تمام مردم را از خانه به خانه، از در به در، از دوستان دور ساخته است. مرگ هر انسان بینید که در غریبی ها مرگ می شود، در دیگر جا هم مرگ می شود، از دوستانش دور می شود. و در این حالت باید چیکار کرد؟ در این حالت باید که دوست را نرنجانیم، باید که حلال را از حرام فرق سازیم، باید که کاری نیک کنیم، چون که لحظه هایی هست که آیا امروز یا فردا از این دنیا سفر خواهیم کرد. دو برادری بودند که با همدیگر 20 سال دوستی داشتند. یکی تاجیک زبان، یکی روس زبان بود. تاجیک زبان سن و سالش کلانتر و روس زبان کمتر جوانتر بود. این واقعه حقیقی بوده. سرگذشت دوست را به ما تعلیم می سازد و با این واقعه من خود هم شخصا شاهد هستم. دو برادر با یک دیگر دوستی میکردند. چند ساله ها بود و مرد روس زن و دختر داشت. از زن و دخترش روزی بود که جدا شد و زنش باشد یک مرد بایتر را یافته، دختر هم یک مرد بایتر را گرفته. از این بایگریش زیادتر بود. یکی به امریکا، یکی به فرانسه رفته زندگی میکردند و این مرد به زن و فرزند تنها با دوستش با این تاجیک زبان زندگی میکرد و چند ساله ها بود که دوستی و رفاقتی میکردند. و ببینیم که این بیماری به هر دویشان میسر شد. هر دویشان بیماری همین کرونا ویروس شدند. لحظه ای که در بیمارخانه خواب بودند و این تاجیک زبان رها کرد از این بیماری و این روس زبان باشد جان را به حق سپارید و کسی نبود که مال و ثروت این روس زبان را صاحبی کند. همه این مال و ثروت به این شخصی تاجیک زبان نصیب گشت. و لحظه ای بود که با زنش تلفنی گپ میزد، میگفت که شوهر تو به این بیماری گرفتار شد، چشم از این عالم پوشید، بیا مال و ثروت شوهرت را صاحبی کن. و گفت من از مال و ثروتش هم بیزارم. خودش به من وفاگی نکرد، مال و ثروت وی به من وفاگی نمیکند. مال و ثروت پدرش به نهایت زیاد بود که 3 آشیانه قیمت بها داشت و 2 ماشین لکسوس در خانه‌اش بود است و چقدر مال و پول‌های این مرد زیاد بود است. و این مرد میخواست که مال و ثروتش را با عائله‌اش، با دخترش سپارد، چون که صاحبی کنند. و وقتی که به تماس میبرآمد با زن و دخترش، آنها در جواب میگفتند که مال و ثروت پدر از تو به ما لازم نیست، چون که ما 3-4 مراتب از وی زیادتر مال و ثروت داریم، زندگی ما خوبتر است. و میخواست که چیز و چاره پدرش را سپارد. و این دخترش باشد میگفت که پدرم که به ما نصیب نگشت، مال و ملکی به ما نصیب نمیکند. و این مرد چند مراتبه کوشش کرد با زن و دخترش که مال و ثروت این مرد را سپارد و آنها گفتند که هم مال و ثروت از تو به ما لازم نیست. و این مرد چیکار کرد؟ مرد چیکار میکند تا حال باشد مرد فکری انمان مال و ثروت این مرد دوستش دارد که مال و ثروت این را چیکار کند؟ با دخترش هم صحبت شد، مصلحت کرده است که مال و ثروت را من میفروشم، به تو روان میکنم به یگام بیمارخانه یا اینکه به یگام صغیرخانه خیر کن. و خواستن
خیش و اقربایش که مال و ثروت آن مرد به تو نصیب گشته است به تو بخشیدن، بیا یا که فروش به دوشنبه بیا یا که ما را فریاد کن در آنجا مقصد این خانه و در را استفاده بریم. فقط همین قیگب میگفت که وقتی که ما هر دویمان بیمار شدیم بالای سر ما را یگان مال و ثروت نگرفت، یگان پول و خانه و ماشین نگرفت، فقط خود را تنها دیدیم، فقط به خدای یکه و یگانه تکیه داشتیم. و دوستم از این دنیا گذشت، چشم پوشید، مال و ثروتش به وی وفاگی نکرد. امروز مال و ثروت وی به من وفاگی میکند. من از این هیچ وقت راضی نیستم. من مال و ثروتی دارم که به خودم بسی میکند. من از مال و ثروت دوستم یک سامانی هم باشد صرف نمیکنم. باشد مال و ثروتش را فروخته به یگان صغیر خانه خیر میکنیم، یا که ثوابش به همان مرد یا که به ما هم باشد برسد. اگر که راه این لحظه هایی که تمام راه های روسیه باشد یا دیگر مملکت ها باشد، وقت هایی که محکم هستند یگان چه بگویم یگان شخص نمیتواند که به دوشنبه بیاید، از دوشنبه مثل به روسیه رود و گفت که همان لحظه باشد که همین سمالیات ها خوی شوند، من همین روز بلیت گرفته به خانه میرم. چون که 20 سال شد که زن و فرزند را ندیدم. از زن و فرزند دور، از بیماری، از مرگ و مرده های خیش و اقربا دور هستم. من نمیخوام که شما مانند من همین خیلی 20 سال دیگر عذاب کشید. لحظه باشد که من از همین خانه چیپته میخرم و دوشنبه میروم و مال و ثروتم را همین خیلی پرتافته از همینجا یگام سامانیش را نگرفته به خانه برمیگردم. چون که نزد زن و فرزند و اهل عائله میروم. وقتی که بیمار شدم یگام شخص را، یگام دوست را در بالای سرم ندیدم. شاید که نزد زن و فرزند باشم، یک لحظه انمان نان و آب قاقی که میخورم با زن و فرزندم باشم. دوستان گرامی، بینید شخص های هستند که مال و ملک دیگرها به وی تماما لازم نیست و نمیخواهند که مال و ملک دیگر را استفاده برند. چون که آن مرد گفت من مال و ملک خودم را جوابش را داده نمیتوانم، مال و ملک دوستم را اینقدر زیاد است، چی جواب میگویم؟ برای همین به همه شما تن صحت، از این بلاها دور، همیشه اهل عائله تان سرجم، از غریبی به وطن برگردید و شکرگزار این دنیا و این ملت و این اهل عائله سازیم. چون که این لحظه ها غنیمت است. با دوستان، با اهل عائله و با همه خیش و تبار سرجم باشید. خداوند از این بلاهای آخر زمان، بلاهایی که امروز در این تمام جهان ما آمده است، از همین دور باشید و ما را و شما را در پناه اسمتش نگهبان باشد. باقی خدا حافظ به همه شما. همه یک جا باشید. زنده و ساق سلامت باشید.